دوستان سلام، به ابرکیک خیلی خوش اومدین. میخوام بهتون کیک اسفنجی شکلاتی یاد بدم. این کیک خیلی کیک خوشبافتیه و موادی که برای این کیک احتیاج داریم موادی که در دسترس هست و فقط با بالا پایین کردن این مواد به یه رسیپی خیلی عالی رسیدیم که اینو میخوام به شما یاد بدم و شما هم درست کنین و امیدوارم که از این آموزش راضی باشین. اولین چیزی که میخوام به شما بگم قالب هستش. قالبی که من استفاده میکنم سایز 20 و همه این موادی که برای شما اینجا آماده کردم برای قالب سایز 20 هستش. قالب سایز 20 من ارتفاع 10 سانت داره. برای کف این قالب من از کاغذ روغنی استفاده میکنم. این کاغذ روغنی یا هر مدلی که برش دادین میتونین اینجوری تا بکنین مثل من و اضافه رو قالب رو برگردونین توی شعاع دایره که قرار بدین متوجه میشین که کجای این کاغذ روغنی اضافه است. اون قسمت رو ببرید. من چون قبلا اینو بریده بودم به خاطر همین اضافه زیاد نداره. اینو که ببرید وقتی باز میکنید این به شکل همه قالب شما در اومده. میتونین کف قالب یه ذره روغن مایع بزنین که این کاغذ روغنی کامل بچسبه به کف قالب، ولی اگه نزدینم مشکل نیست. فقط مطمئن باشین که این کاغذ روغنی کف اینجا تکون نمیخوره. جنس این قالب بهشون میگن گالوانیزه. قالبای خیلی خوبی هن و نمیچسبه معمولا کیک بهش و راحت جدا میشه. اگر کاغذ روغنی استفاده نکردین میتونین از اسپری جدا کننده استفاده کنین. اسپری روغنه و اسپری جدا کننده هم بهشون میگن. حالا من از کاغذ روغنی استفاده کردم که بعداً بهتون نشون بدم چجوری هم میتونین کاغذ رو بعداً ازش بردارین از کیکی که پخته. قالب رو آماده کردم میذارم کنار و موادی که برای این کیک احتیاج داریم روغن، شیر، مقدارش رو براتون توی PDF نوشتم، طبق همون حتما برین جلو. مقدار وانیلی که استفاده میکنیم این مقدار هستش. چون من وانیلم وانیل خالصه، من همین مقدار وانیل استفاده میکنم. حالا اگه شما خالص نبود یک مقدار بیشتر یا کمتر خیلی هم تفاوتی نمیکنه. مقدار وانیلی که استفاده میکنم من تقریبا نصف قاشق چایخوری استفاده میکنم. پودر کاکائویی که استفاده میکنیم برای این رسیپی پودر کاکائوی هلندی هستش. حتما مطمئن باشین که پودر کاکائوی هلندی بهتون میدن. این پودر عطر خیلی خیلی خوبی داره و به کیکتون خیلی عطر خوبی میده. بوی تخم مرغ دیگه نمیده با این پودر کاکائو. شیری هم که استفاده کردم شیر پرچربه. روغن مایع مخصوص پخت و پز. نشاسته ذرت کیکو خیلی خوش بافت میکنه. من معمولا توی کیکام از این استفاده میکنم. و میرسیم به بیکینگ پودر. بیکینگ پودر هم هر بیکینگ پودر هر برندی که دوست داشتی میتونه استفاده بکنین. من از مهسا استفاده میکنم. وانیلم هم وانیل خرسی بهش میگن، مارک خرسی بهش میگن. آرد شیرینی داریم. از آرد سنگین استفاده نکنین لطفاً. آرد نونوایی، آرد سنگک، بربری، هر آردی که دم دستتونه از اونها استفاده نکنین چون بافت کیکتون رو خیلی خراب میکنه. آرد شیرینی، آرد نول هم بهش میگن و آرد 3-0 هم میگن بهش. و تخم مرغ. برای این قالب 5 عدد تخم مرغ لازمه. تخم مرغایی که استفاده میکنین توی همین سایز باشه، تقریبا 60 تا 70 گرم.
اگر تخم مرغتون بزرگتر بود، مجموعه تخم مرغ ها بزرگتر بود، میتونین از 4 تخم مرغ استفاده بکنین و اگر کوچیکتر بود میتونین از 6 عدد تخم مرغ استفاده بکنین. و اینکه فرتون رو بذارین روی دمای 170 درجه تا 180 درجه، برای فرهای گازی و فرهای برقی 160 درجه تا 170 درجه.